سلام، این سری از قسمت‌های آموزشی ردپیل هست که جزء خدمات پس از فروش ما حساب میشه و آموزش اینه که چطور قهوه‌های ردپیل رو در کافمون ست کنیم. اینو برای کافه داران محترم و مشتریامون ضبط کنیم و داخل سایت هم قرار میدیم که هر موقع به هر دلیلی توی ست کردن قهوه‌تون به مشکل برخوردید یا اینکه نیروتون عوض شد، خودتون بتونید این کارو انجام بدین یا اینکه به نیروی جدیدتون آموزش بدید. چندین مورد هست که قبل از اینکه قهوه‌تون رو اصلا بخواید ست کنید باید به اونها توجه کنید. یکی از اونها تصفیه آب کافتون هست که ببینید فیلتراشو کی عوض کردید و اگر نیاز به تعویض داره اونها رو اول عوض کنید. دومیش TDS متر هست. شما باید یک TDS متر داشته باشید که میتونید از همون جایی که تصفیه‌تون رو تهیه کردید اون رو خریداری کنید و TDS آبتون رو اندازه گیری کنید. TDS آبتون باید در محدوده 70-80 الی 130 و 120 باشه. دستگاهتون رو حتما باید بک واش کرده باشید. ببینید اگر شما توی اسپرسوتون طعم بادام تلخ میگیرید، این نشونه اینه که دستگاهتون کثیفه و باید بک واش بشه. پس حتما به این نکته دقت کنید. نکته دیگه تمیز بودن آسیابتونه. گاهی اوقات به دلیل اینکه آسیابتون به مدت زیادی تمیز نشده باشه نمیتونه اون درجه آسیابی که تنظیم کردید رو دقیق و منظم براتون خورد کنه و بتونید از اون استفاده کنید. موردهای دیگه توی دمای دستگاهتون هست. دمای دستگاه اسپرسوتون باید اون چیزی که نشون میده رو در واقع به شما خروجی بده. بعضی اوقات دستگاهی هستن که سنسورش رو مشکل داره یا اینکه در یک فضای نامناسبی قرار دارن. مثلا شما اگر رو دمای 93 ست کرده باشید دستگاهتون رو، دمای 97 و 98 داره به شما خروجی میده و شما این رو باید با یک دماسنج اندازه بگیرید و متوجه بشید که واقعا دستگاهتون چه عملکردی رو داره ارائه میده. گاهی اوقات پورتافیلترایی که استفاده میکنید توی کافه چون زیاد استفاده میشه ممکنه که زیر بسکتتون خیلی کثیف شده باشه و باعث بشه که هر چقدر قهوه استارگیری میکنید طعم خوبی رو به شما نده. یک مورد دیگه که باید بررسی کنید لول بودن دستگاهتونه. یعنی دستگاه شما نباید در محور X و Y به طرفی حتی 1 درجه خم باشه. اگر خم باشه باعث میشه که قهوه‌تون همیشه چنل بزنه و اون کیفیت که میخواد ارائه نده. برای لول کردن دستگاهتون میتونید از یک اپلیکیشنی که حالا دانلود میکنید توی اپ استور یا گوگل پلی لول کنید دستگاهتون رو و پایه‌هاشو تنظیم کنید.